اکنون فرصتی آن رسید که یک مراتب به کارهای بازاری چمپیونات‌های بیرون از توپ 5 گانه هم کاردار شویم. مثلا در لیگ نوس پرتغالیا بنفیکا ایوانگلوس پاولیدیس را از AZ بر عوض 17.2 میلیون یورو خریداری کرد. این نفر درآمدی گپ یکی از بهترین نشانزن‌های موسم قبلی اردیویزی دانسته شده بود. جنوبی پرتغالی با حمله‌وری 25 ساله شرطنامه 5 ساله امضا نموده. نفری که با 29 گل در برابر لیوک دیونگ از بهترین نشانزن فوتبال هلندی ها دانسته شده بود، از این پس در وطن رونالدو از پیش خود توپ جر می کند. اگر اطراف چهره‌های فوتبالی یک حیات مهاجر حرف زنیم، یکی از چنین نفران دویم در بدر ورزشی رقم اول میشی بچوئی 30 ساله می باشد که این نوبت به صف گالاتاسرای از فنربخچه گزارش انجام داد. شرطنامه بازیگر آواره‌گرد بلژیوی با استانبولی های قهرمان مهلت 3 ساله داشته، معاش سالانش هم 3 میلیون یورو می باشد. موسم قبلی باشد بچوئی 27 بازی 12 گل و یک پرتافت گلی در چمپیونات ترکیه داشته بود، ولی بر زمین چمپیون نشده بود. از این نوع قرار کرد که برای رسیدن به عنوان قهرمانی در ترکیه حتما باید به گالاتاسرای رفت. ولی ژوزه مورینیوی بزرگ که سر از موسم نو فنربخچه را تمرین می‌دهد با چنین نیت‌ها کلاً راضی نیست و نیتی برهم دادن توی و تماشای گالاتاسرای را دارد. به دسته او نفر خودی از دسته اتلتیکو مادرید آمد. این هم چاگلر سیونجو است که بعد مهلت اجاره به پرگی بازیگری فنربخچه شد. به صف مادریدیان باشد این نفر ترکی تابستان سال 23 آمده همگی 9 بازی گذرانید. بازیگری 28 ساله هم دید که در مادرید برایش خوراک نیست، در او راه سمت خلیج بوسفور را پیش گرفته بود. در یورofutbol اگر از دوران بعد یورو بازیگران پراقتدار تا حال در مکانهای زیبای استراحتی دم میگیرند، در بزرگترین کشور دنیایی باشد چمپیونات فوتبالی الکی رسما آغاز گردید و رستم یتیموف هم با شرفانه اولین بازیش را دایر کرد. دسته قهرمان باشد پیش از این از لکمتی ویلیان ویلزون ایزیدور را با پرگی خریداری نمود. بازیگر فرانسوی در دوام یک سال اجاره‌ای 2 گل در 14 بازی به ثمر رسانید و بازیش هم به خیالم در گازپروم با آدمان بالا پسند آمده است. یک نفر دیگر که پیش از آغاز موسم نوین از لاکو رفته بود، این به اجاره گسیل کردن مارکو راکانیاس به اجاره به دیاشداری ونگریوی می باشد. حمله‌ور 24 ساله از نزد زمین‌های سیاکو یا خود چرنگوریا به صف رایاهنچیان هنوز تابستان سال 22 گزارش انجام داده بود و شرطنامه 4 ساله است. موسم قبلی باشد مارکو طریق اجاره در صف تیم سربیایی باچکا توپولا برآمد می‌کرد. با خیالم با چنین اجاره رفتن‌ها این بازیگر خارجی هم از زمین روسیاگی‌ها راهی گریز پیش می‌گیرد. رفتن آنتون میرانچوک از لوکوموتیو بعد عنوان قهرمانی و 3 مراتب برداشتن جام روسیه طوری سر البته برای هر دو جانب‌ها احساساتی بود، ولی همگان از این خیر بود به نیکی یاد می‌کردند. میرانچوک که سال 2011 به صف سبز سرخان پیوست و باری نخست در دسته اساسی سال 2013 به میدان آمد، همگی در صف لاکو 217 بازی گذرانید، 51 گل زد و در بارش یک قطار سخنهای تعریفی شنید. ولی بر زمین به ناگاه خلاص شدن این تیم از دروازه‌بانی سابقه دار طبع برزیلی روسی شده را ملال کرد. گپ البته که سر گلیرمه می رود که بعد سال 2007 از لوکوموتیو به ناگاه پایان آورده شد و بعد 387 بازی و 6 جایزه غمگین و گریان این دسته محبوب را یک طرف گذاشت. این برزیلی که از سال 2016 تا 2021 همچنین در صف منتخب روسیه برآمد می‌کرد، خفگی از آن دارد که تا فرصت‌های آخرین اطراف اعلان رفتنش از لوکوموتیو درک نداشته است. خلاص که کارگران فوتبالی روی آهن تاکتیک سخت‌تر از ریال مادرید را وقت گسیل پیران کار براه ماندند که البته دقیقاً هم ناحرمتی است. اسپارتاک مسکو که با مربی نو سربیایش دیان ستانکوویچ الکی در اولین بازیش از ارنبورگ شکست خورد، پیش از آغاز موسم چند تغییرات کادری انجام داده بود. نخست مسکوگی‌ها اوید رفتن کیتا بالده اعلان کرده بودند. این حمله‌ور در صف دسته مردوبی در 19 بازی 4 گل به ثمر رسانیده است. بالده در صف اسپارتاک تیرمای سال 22 برآمد داشته، موسم قبلی طریق اجاره در صف اسپانیول برآمد می‌کرد. خیربادی دیگری که با فوتبال بازی خارجی اسپارتاک مسکو انجام داده بود، این هم
رفتن کوینسی پرامس از صف سرخ و سفید ها می باشد. پرامس حالا از زندان امارات به مسکو نرسیده است که اسپارتاک علاقه اوید رفتنش اعلان نمود. پرامس در صف اسپارتاک از سال 2014 تا 18 برآمد داشته، بعدا سال 2021 به صف این تیم برگشت. در عموم کوینسی در صف این تیم 235 بازی گذرانیده، 114 گل به ثمر رسانیده است که این هم ششمین نتیجه در تاریخ دسته لوکویل است. ولی بعد از اینکه بازیگر هلندی به طور غایبانه سود شده در نیدرلند در امارات متحده عرب وارد زندان شد، اسپارتاک هم با امید حفظ اعتبار شرطنامه مهلتش تا تابستان سال 2025 را با این هلندی قطع نمود. ولی برای از او البته که از جای دیگر نه، بلکه از خود اسپانیا حملور آورد. این هم حملور بتیس ویلیان ژوزه می باشد که به مدت 2 سال در فوتبال روسیه سینه سپر می کند. گفته می شود که تیم اسپانی از جانب نماینده فوتبالی شهری مسکو 1.4 میلیون یورو گرفته، باز 500,000 دیگر در شکل علاوه پولی ها به دست می آورد. موسم قبلی باشد بازیگر 32 ساله در لالیگا 10 گل در 33 بازی به ثمر رسانیده است. جالب است که دیگران وقتی چنین سن سال بهر پول کاری به ملک عربیان می روند، ولی ویلیان ژوزه را به نظرم حرارت بدن به درجه بلند شده است که برعکس رفتن به ملک گرمترین منطقه خنکترین را انتخاب کرده است. در آخر البته که با کارهای سودایی دسته هموطنانمون در قزان هم یک سر میزنیم. باشگاه روبین از شهر قزان تاتارستان تحت رهبری رشید رحیموف نخست اوید رفتنی بازیگر پولشگی ماتسیی ریبوس اعلان نمود. اعلان رفتنی دفاعگری که در 7 بازی 1 گل زده است، البته که تلفاتی بزرگ نیست، ولی خیربادی انتون شونین با دینامو البته که جای گپ را دارد. دروازه‌بان نامبرده از سال 94 در سیستم این تیم است. اخیراً این تابستان صف دیناموچان را ترک کرد. دروازه‌بان 32 ساله در صف اساسی دینامو در 366 بازی به میدان آمده، 125 مرتبه عموماً به دروازه‌اش گل سر نداده است. موسم قبلی حتی امکان عالی قهرمان شدن را داشت، ولی کراسنودار از بخیلی نه خود قهرمان شده توانست و نه برای دیناموچان پیروان قهرمانی را خالی کرد. همزمان کراسنودار میخائیل بانیاس را به اجاره به باچکا توپالا به مدت 1 سال روان کرد. نیم حمایتگر سربی در صف برزگاوان 65 بازی گذرانید، مؤلف 3 گل شد و 7 مرتبه دیگر برای گلزنی همدستگان شرایط فراهم آورد. همین طریق بازیگر 24 ساله از روسیه دیگر باره به وطن رفت، زیرا از روسیه غیر از رفتن به سربیا و ونگریا در چنین شرط و شرایطا رفتن به جای دیگر اروپا در خواب میبینی. این البته شوخی بود، زیرا کم در کم ما شاهد رفتن بازیگران به یونان کیپر هم میشویم. در آمد گپ یک بازیگر کراسنودار با نام مگامد شپی سلیمانوف را دسته آریس خریداری کرد و با او شرطنامه 2 ساله بست. شرطنامه کاری شپی 24 ساله و دسته فعلی کاکورن تا سنه 30 میون سال 26 مولد دارد. موسم قبلی شپی در 31 بازی چمپیونات یونان 5 گل و 4 پرتافت گلی به نامش نوشته کرد. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.